سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. در اینجا تصمیم داریم که نحوه انتخاب قلم مناسب برای خوشنویسی رو خدمتتون عرض کنیم و بعد از اون نحوه صحیح قلم تراشی رو براتون توضیح میدیم. ما در اینجا این قلم رو خدمتتون نشون میدم. اول قلمایی که تراشی شده قبلا جدا میکنم تا به شما نشون بدم چه قلمی برای انتخاب خوشنویسی مناسب. توجه کنید، قلم مناسبه که در اینجا ما تو کلش کاملا گرد باشه. چجوری تشخیص بدیم گرده؟ به این فرم اگر بکنید نه بعد زائد بیضی بشه، دست به حساب بیضی کنید. این الان بیضیه مثلا، یا مثلا این الان بیضیه. ببینید این گردتره، جداش میکنیم. ببینید انتخاب باید چندین عدد رو جدا کنید تا مرحله به بعدی برسید.